سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز جمعه 29 اپریل تقدیم میکنیم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری مهمان برنامه تلویزیونی عرب زبان الحره بود و با سوالها درباره وضع خاورمیانه و مبارزه ائتلاف بین المللی بر ضد گروه دولت اسلامی جواب داد. همپیمان‌های ما کار بزرگی را انجام دادند. با ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی 66 کشور شامل است. در این کار سهم کشورهای خاورمیانه به ویژه نظررس است. ما سعی داریم سرمایه گذاری‌های آنها را از منبع‌های گوناگون قطع کنیم. ما کوشش داریم از پیوستن جوانان به این گروه جلوگیری نماییم. در مقابل ترغیبات آنها در شبکه‌های اجتماعی اقدام کردیم. بر علاوه با استفاده از نظام روادید، تحقیق در گمرک‌ها و فرودگاه‌ها، همراه شوی جوانان با جنگجویان را محدود کردیم. ما یک جایه در میدان حرب و ضرب هم به طور مؤثر بر ضد فعالان گروه دولت اسلامی مقاومت می‌کنیم. ما رهبران زیادی آنها را در میدان حرب از بین بردیم. من میتوانم بگویم که حاضر ما 44% زمین‌های اشغال نموده گروه دولت اسلامی را در عراق و تخمیناً 60 تا 70% زمین‌های اشغال نموده در سوریه را از این گروه پاککاری کردیم. خلاص این پیشرفت آرام و مستحکم و با احتیاط ادامه می‌یابد تا این منطقه ها دوباره زیر نظارت آنها قرار نگیرند. مصاحبه جان کری با تلویزیون عرب زبان الحره را در سامانه آزادی پیدا کنید. مقامات ناحیه مسچاه در یک جلسه اضطراری سببی با ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان راه نیافتن یک ساکن این ناحیه را بحث کردند. در جلسه پاسخ معاون رئیس ناحیه زینوره عمرزاده که در یک نامه‌اش نوشته است داوطلبان سخنرانی در نزد پرزیدنت باید سیمای آریایی داشته باشند محاکمه شده است. هفته روان ساکن ناحیه مسچاه شهناز نیازباقی به خبرگزاری آزادگان شکایت کرد که با وجود مراجعت‌های به تکرارش مسئولان ناحیه به او امکان ندادند در نزد رئیس جمهور سخن گوید. روز 23 مارس پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان اثنای زیارت از ولایت سوغد با ساکنان ناحیه مسچاه نیز واخورده بود. مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی تاجیکستان میگویند از این به بعد گذاشتن پسوندهای روسی آف و اوه و اویچ و اوونه در نسب ساکنان کشور رسما منع شده است. این تصمیم بعد وارد شدن علاوه ها به قانون ثبت اسناد حالت شهروندی گرفته شده است. سند مذکور ماه مارس از طرف پرزیدنت تاجیکستان امضا شده حالا به حکم اجرا درآمده است. طبق این قانون نسب با علاوه پسوندهای تاجیکی زاد، زاده، ایان، فر ترتیب داده می شود. لغو پسوندهای روسی آف و اوه و اویچ و اوونه بهار سال 2007 از سوی پرزیدنت تاجیکستان صدا داد. او نام خود را به امامعلی رحمان تبدیل داد و در پی او برخی از منصبداران نیز نام و نسب خود را تغییر دادند. روز پنجشنبه در کاخ باربد پایتخت تاجیکستان نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و آرایشی افتتاح یافت. در دوام 3 روز آینده نمایندگان 30 شرکت وطنی و خارجی امکان دارند محصولات خود را به مشتریان آیندهشان معرفی نموده برای رشد استحصالاتشان در تاجیکستان کارشریک پیدا نمایند. مقامداران تاجیک برای شرکت در این نمایشگاه به وجه عموم شرکت‌ها از کشورهای اروپا، آسیا و سابق شوروی را دعوت کردند. آنها میتوانند در ساحه صنعت ساختمانی سرمایه گذاری کنند در تاجیکستان و یا که نمایندگی خود را در تاجیکستان گشاده نمایند و برای همکاری نمودن در این سمت تیار آماده می باشند. سالهای اخیر در تاجیکستان ساحه ساختمان با رشدی بی سابقه مواجه شده است، ولی مصالح ساختمانی و آرایشی اکثراً از خارج آورده می شود. حکیم فوزیلوف ستاره معروف فوتبال تاجیک سرمربی نوی تیم ملی فوتبال تاجیکستان تعیین شد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان این خبر را نشر نموده اعلان کرده است که روز 3 می مراسم معرفی او دایر خواهد شد. حکیم فوزیلوف از ماه ینور سال روان در فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مقام معاون رئیس دپارتمنت فنی کار میکرد. او مبین ارگشو را که موقتا وظیفه سرمربی منتخب تاجیکستان را بر دوش داشت عوض کرد.
تابستان گذشته سرمربی منتخب تاجیکستان محسن محمدیف بعد از ناکامی فوتبالبازان تاجیک در آغاز سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 از وظیفه‌اش استعفا داد و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.